این طلای آب شدهمون هست، عیارش 748. آب ترازو، طلا رو میذاریم روی ترازو، وزنش رو مینویسیم 30 گرم 630 سانتی. آب رو میذاریم روی ترازو، صفرش میکنیم. طلا رو بدون اینکه برخورد داشته باشه به جایی میذاریم توی آب. وزنش 2 گرم 04. وزن ترازو رو 30 گرم 630 تقسیم بر 2 گرم 04 15.01. این عدد نهاییمون هست که از روی این میتونیم تشخیص بدیم عیار طلامون چنده. حالا طبق این جدولی که میگم میتونیم تشخیص بدیم.